الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين أما بعد. دوستان گرامی، امروز ما در مورد زوال اسرائیل و لعنت دهه هشتم یا لعنت سال هشتادم صحبت داریم. لعنت دهه هشتم چیست؟ یا سال هشتادم که اینها در عقیده یهودیت یک سال است که این قوم یهود از این سال زیاد می ترسند. چرا؟ چون که اینها در طول تاریخ هر باری که در سرزمین فلسطین حکمرانی کرده اند از 80 سال زیاد حکمرانی نکرده اند. حضرت سلیمان علیه السلام 80 سال در سرزمین فلسطین حکمرانی کرد و حشمونی ها یک قوم یهود هنگامی که در فلسطین حکمرانی کردند اونها هم 80 سال حکمرانی کردند. از همین خاطر سال 80 حکومت یهودی ها بر سرزمین فلسطین این به یک لعنت نامیده شده است. لعنت دهه هشتم یا اینکه لعنت سال 80. اینها از این سال خیلی زیاد می ترسند و حکومت امروزه اشغالگر اسرائیل از سال 1948 تا سال 2028 80 سال را پره می کند. از همین خاطر اینها بسیار هراس دارند. این تنها یک سخن الکی نیست. اینها در کتابهای مقدس خود دارند این سخن را که میگویند حکومت یهود 70 سال ادامه پیدا میکند و اگر یک قوت در پشت آنها باشد و از آنها حمایت کند 80 سال دوام میکند. یعنی این سخن در کتابهای مقدسی آنها ذکر شده است و به این چیز آنها ایمان دارند. از همین خاطر است که بسیار کوشش دارند که تا اینکه سال 2028 بیاید باید اینها کاری بکنند که حضرت مسیح یا عیسی علیه السلام، ما عیسی علیه السلام میگوییم یا که نصرانی ها حضرت مسیح میگویند لیکن اینها مشیح میگویند. یک شخصیتی است که به مانند حضرت مسیح در نصرانیت و حضرت عیسی در ما مسلمان ها همچنین یک شخصیتی هست به نام مشیح. باید کاری کنند که این شخصیت پیدا شود و یهودی ها 1000 سال دیگر حکمرانی کنند. حتی نصرانی هایی که از اینها پشتیبانی میکنند اونها را نصرانی های انجیلی میگویند یا نصرانی های صهیونیست میگویند. آنها به خاطر همین از یهودی ها و از حکومت امروزه اسرائیل پشتیبانی میکنند که آنها میگویند که وجود حکومت اسرائیل در سرزمین فلسطین برای نازل شدن حضرت مسیح یکی از دلایل نازل شدن حضرت مسیح است. یعنی بودن یهودها و حکومت اسرائیل در سرزمین فلسطین دلیل نازل شدن حضرت مسیح می باشد. آنها همین عقیده را دارند که وقتی که حکومت اسرائیل وجود داشته باشد حضرت مسیح نازل می گردد و 1000 سال حکمرانی می کنند و دنیا را عدالت فرا می گیرد. یعنی همه کاری که اینها امروز می کنند طبقی کتابهای مقدس خود، طبقی روایت هایی که در کتابهایشان آمده است از به همون عمل می کنند. حتی همین جنگی که با ایران کرده اند همین رو هم از روی کتابهای مقدس خود کردند. آنها در کتاب دانیال 8 یک عباره دارند که میگویند از غرب یک بوزینر یک تکه می آید و دو شاخ قشقار را می شکند.
باز در همین کتاب های مقدس اینها اشاره به همین است که با ایران می جنگن. اینها با ایران می جنگن و دو شاخ قشقار را می شکنن، یعنی که سردارهای آنها را می شکنن و روح و معنویت مردم آن را می شکنن. همین جنگ ها را ببینید که اینها از همون کتاب های مقدس خود گرفته و به آن عمل می کنن. اینها این جنگی با ایران کردن این را از پیش خود نکردن. اینها هر قدمی که میزنن طبق کتاب های مقدس خود، طبق روایت های خود عمل کردن و به این ایمان دارن که ما در این جنگ پیروز میگردیم و دو شاخ قشقار را میشکنیم. به همین عقیده هستن. یعنی امروز اون دنیویت یا اینکه علمانیت این چیزها را دیگر چیز کردن، پشت پا زدن و پشت همون روایت های کتاب های مقدس خود هستند و جنگ دینی دارن میکنند با مردم. طبق همون عقیده های یهودیت و نصرانیت اینها چیز میکنن، با عالم درگیر شدن و هر جا که جنگ را آغاز میکنن طبق آیات و روایت های مقدس خود میکنن. ما مسلمان ها به این عقیده هستیم که زوال حکومت اسرائیل وابسته به فساد آنها می باشد. در سوره اسراء الله سبحانه و تعالی فرموده است که شما در روی زمین دو بار فساد میکنید. این فساد اگر فساد اول باشد یا دوم باشد، در حقیقت یک فساد خیلی بزرگ است که امروز در فلسطین اینها دارن انجام میدهند. این قتل و کشتاری که آنها میکنند خیلی یک فساد بزرگ است. از همین خاطر ما میگیم که زوال حکومت اسرائیل خیلی نزدیک شده است و حدیثی صحیح هم داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید قیامت قائم نمیگردد مگر اینکه شما با یهود بجنگید و یهود در پشت سنگ و درخت پنهان گردد و سنگ و درخت بگویند که ای مسلمان، ای عبدالله، بیا این یهودی که در پشت من پنهان شده است او را به قتل برسان، مگر درختی غرقد که آن از درخت های یهود می باشد. این حدیث در صحیح مسلم اومده است. یعنی که ما روایت های صحیح داریم که این حکومت به زوال است و به این هم ایمان داریم، چون که قرآن کریم این را تأکید کرده است که حکومت اینها به زوال است و حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم این را تأکید میکند. لیکن این حکومت کی زوال می آورد یا کی برهم می خورد، این وابسته به کوشش مسلمان ها است. یعنی که ما این عقیده را داریم که این حکومت برهم می خورد، لیکن فقط به تماشا کردن و نگاه کردن و تکیه کردن به آن روایت هایی که این حکومت برهم می خورد استادن هم کار درستی نیست. یعنی که هر انسان مسلمان باید در این معرکه مقدس و این معرکه امت باید سهم خود را بگذارد تا اینکه این حکومت غاصب و اشغالگر از بین برود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.